سلام. امروز اومدیم ساعتمون رو به وقت گرینویچ تنظیم کنیم. اینجا گرینویچه. جایی که ساعت‌های جهان بر اساس اون تنظیم میشه. در سال 1884 برای اولین بار گرینویچ ساعت جهانی تبدیل شد. قبل از اون کشورها از ساعت محلی خودشون استفاده میکرد. ولی بعدها به خاطر حرکت قطارها و کشتیها که با مشکل مواجه شدن یک ساعت جهانی داده شد که این ساعت اینجاست. گرینویچ یک دهکده در جنوب لندن بود، ولی به خاطر موقعیت جغرافی خوبش جهانی شد. گرینویچ از دو کلمه گرین و ریچ تشکیل شده. گرین به معنای سرسبز و ریچ به معنی ثروتمند که به علت سرسبزی زیاد این منطقه این نام به این منطقه داده شد. در گذشته محل کاخهای سلطنتی بوده و دوک‌های متعدد اینجا زندگی می‌کردند و الان جزء شهر لندن شده. رصدخانه سلطنتی گرینویچ در بخش تپه مانندی از این پارک قرار داره و مبدأ زمان بر پایه این مکان پایه‌گذاری شد. پارک گرینویچ یکی از مناظر زیبا و خوش آب و هوا در لندنه که خانواده‌ها میتونن اوقات فراغت خودشون رو در این پارک بگذرونن. این پارک ریشه تاریخی داره که به زمان رومیان برمیگرده. از جاذبه‌های فراوان این پارک میشه به گوزن‌های وحشی و چندین کافه اون اشاره کرد. چشمانداز فوق‌العاده رودخانه تیمز در کنار مجسمه ژنرال جیمز ولفی لذت بخشه. اینجا یک میراث جهانی به شمار میاد. رصدخانه سلطنتی که در این پارک قرار داره به پیشنهاد سر کریستوفر به دلیل موقعیت جغرافیایی خوب این منطقه در اینجا ساخته شد. در سال 1915 تبدیل به بخشی از موزه ملی دریایی شد چون آلودگی هوا و آلودگی نوری لندن مانع رصد میشد. در این رصدخانه نقشه‌های دریاها و نقشه‌های همه ستارگان قابل رؤیت در نیمکره شمالی و جنوبی کشیده شدند. خط نصف النهار مبدأ دقیقاً همینجاست که میتونید روی اون بایستید و رصدخانه سلطنتی رو مشاهده کنید. این منطقه با اتوبوس، مترو و قایق به راحتی در دسترسه که البته لذت سفر با قایق دوچندان میشه.
این منطقه جاذبه های گردشگری دیگه هم داره که در ویدیوهای بعدی به اونها سری خواهیم زد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. برای دیدن ادامه کلیپ ها حتما ما رو سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره.